السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادرانی عزیز. انشاءالله که بخش مستقیم امروز آغاز میکنیم. بعد از سوال جواب ها هسته انشاءالله کوشش میکنیم که سوال شما را به جواب نمونه. اسلامسکی برات سوال داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سعید تجکی السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آواز هست؟ نویسی کدمیت اگر چی باشه؟ صورت هست؟ آواز خوب باشه انشاءالله که آغاز میکنیم. تاجدین رفیق و علیکم السلام. سلامت باشید دوستای عزیز. اینجا سوال دفعه گذشته یک دو سوال بود. ما هم سوال را میخواستیم و چی کنیم بررسی بکنیم انشاءالله. یک از سوال داده است که سلام برادر، یک سوال دارم. من نامی دخترک من آسیه موندگیم. میگن آسیه نامش معناش آسی بزیبه. آیا همین نام آسیه باشه یا آسیه درست است؟ یعنی که برادر سوال کرده که نامی آسیه موندن چی حکم داره؟ مثلا از روی معناش یا که از روی بگیم که حکم شرعیش چیه؟ در اینجا ما تحقیق کردیم. در لغت اختلاف نظر هسته اهل لغت. چند معنا قطعی اومدگی هسته. یک معناش همینه که الارض المشمسه، زمین آفتابی. دیگه معناش البناء القوی ذو الاساس المتین، یعنی که یک خانه بسیار مستحکمه که هم پای دیواراش بسیار سخت مستحکمه. به معنای حزینه، به معنای غمگین هم میبینه، یعنی زنی غمگین میشوه. یا که با چند معنای دیگه اومدگی. خلاصه همین چند معنا شما اینجا برای شما را بیان میکنیم. و این آسیه اصلا نامی زن فرعون هسته که زنی بسیار با تقوا و موحد بود و خداوند او را در قرآن تعریف میکنه. و در حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم هم بگیم تعریف نام آسیه آمدگی هسته. با همین اساس نام آسیه موندن دخترک درست با که نداره. اینجا روایتی که احمد روایت میکنه حدیث را پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم، لفظ حدیث همین خیلی که افضل نساء اهل الجنه خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد و مریم ابنه عمران و آسیه بنت مزاحم امرأة فرعون. رواه احمد. اینجا میگه که افضل ترین زنان اهل جنت، یعنی زنهای جنتی از همه افضل ترینش کیه؟ میگه اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکنه که یکمش خدیجه
بنت خویلید، یعنی که همسر اولی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. دومش فاطمه بنت محمد، یعنی که دختر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فاطمه. سومش مریم دختر عمران و چهارمش آسیه بنت مزاحم زن فرعون. خلاصه این قصهش بسیار دور و دراز است که چگونه در برابر ظلم و ستم های فرعون وقتی که صبر میکنه و از ایمانش دست نمیکشه و خداوند این را برای امت محمدی تعریف میکنه. و در حدیث بخاری و مسلم هم اومدگی است که از ابو موسی اشعری روایتش میکنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. سبحان الله. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که از مردها بسیاری ها به کمال رسیدند، یعنی بسیاری مردها به کمال رسیدند. ولم یکمل من النساء الا آسیا، از زنها هیچ کسی به کمال نرسید مگر که آسیه زن فرعون و مریم دختر عمران و خدیجه دختر خویلید. و فضل عایشه بر تمام زنها مثلی سرید بر دیگر طعام هاست. یعنی که در اینجا نام آسیه را اینجا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان میکنه که زنهای به کمال رسیده بودن. اینجا تعریف میگوید حضرت مریم، حضرت خدیجه ایران مادر مؤمنه است، یعنی همسر اول جناب رسول الله. و در دوام میفرماید جناب رسول الله که فضل عایشه بر تمام زنهای روی عالم به مثل چیه؟ به مثل سرید بر دیگر طعام. یعنی که در اون دور زمان ها سرید، یعنی که نوع طعامی است که او را نانخریش یعنی طعامی که نانخریش است، نان خطی خورده میشه و همون طعام. همین خیلی طعام بسیار محبوب طعام است ای نسبت دیگر طعام ها. پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت مادرمون عایشه را به همین طعام مانند کرد، یعنی که محبوب هستند. برای همین برادرای عزیز کلمه که نام آسیه میمونه درسته با که نداره و در اینجا نوشته است که آسیه نامش آسیه معناش آسی بیزه، یعنی که آسی اینجا یه غلط فهمی شده در این که آسیه حرف عین قطی، اگر آسیه عین قطی بشوه معناش نافرمان میشوه. معنای آسی یعنی که کسی که نافرمانی خدا و پیامبر میکنه و عاصی میشوه. این لفظ آسیه که نام زن فرعون هسته این به حرف الف هسته، حرف مد قطعی آسیه. آسیه اگر بگیم به تاجیکی آسیه معناش صحیح های. در لفظ حدیث بگیم که تعریف اومدگی هسته، همسر بگیم که فرعون هسته که یک زن موحد، زنی با تقوا و با ایمان که بود، خداوند در قرآن تعریفش میکنه. یعنی نام یک نفری هست که قرآن و حدیث های جناب رسول الله او را تعریف میکنه. خب میگذاریم به سوال دیگر. برادری سوال کردن که استاد التماس یک موعظه کنه درباره مسجدهای تجه. همه دیسکوتک ها درهایشان گشوده اند لیکن مسجدها درهایشان بسته اند. برادرای عزیز درباره این بگیم چند علت ها چند چیزهای دیگر است. بزرگترین علتی که بگیم برای ما خداوند این نعمت ها را گرفتگی است این است که ما و شما از همون حالت گناه اگر تا زمانی که بر نگردیم خداوند این نعمت ها را به ما باز نمیگردونه. یعنی که خداوند این نعمت ها را برای ما ارزانی کرد، مسجد ها را، آزادی را، همه چیزها را برای ما ارزانی کرد و ما قدرش ندونستیم. وقتی که ما تمام نوع گناه را انجام دادیم. نگاه کنید که حاضر مردم تاجیک در تاجیکستان مسلمان خودمون میگم که یگان نوع گناه نمونکی نکرده باشن. خوب دقت کنید. زنهای یافت شدن که شوهراشون کشتن، یعنی که قتل و کشتار، غارتگری، دزدی، ظلم و ستم، زنا و فحشا، شراب نوشی. حتی نگاه کنیم که
پدر به دخترش تجاوز میکنه و این رسانه‌ای میشوه، فرزند مادر خودش قتل میکنه، زنده به زنده تیخوب میکنه، فرزند پدر خودش میکشه، مادر فرزندای خودش میکشه. این تمام نوع گناه های کبیره از دست مسلمان های ما صادر شده است. وقتی که ملت، قوم و ملت تمام نوع گناه کرد، حالتی همین معصیت گناه را به حالتی طاعت و عبادت اگر عوض نکرد، الله ذلت خوری را بر سرشون میبیاره و این حالت بدی اونها را تغییر نمیده. این سخنها را آیات‌های قرآن تصدیق میکنه. خوب گوش کنه که خداوند در این آیات چی میفرماید. استعیذ بالله. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند هیچ قوم و گروهی را، هیچ قوم و ملتی را تغییر نمیده. یعنی حالتی بدی اونها را، حالتی که الان اونها شکایت میکنن از بیکاری، از ظلم و ستم، یا که از دیگر چیزهایی که مردم مسلمان شکایت میکنن، تا زمانی که این حالت گناه را، حالت معصیت گناه را تغییر ندادن، با حالت طاعت و عبادت پروردگار اگر رجوع نکردن، حالت خودشون اگر تغییر ندادن، خداوند حالت بدی اونها را تغییر نمیده. خوب دقت کنید برادرای عزیز، خداوند آشکار گفته است که تا زمانی که رجوع به قرآن و حدیث نمیکنه، رجوع به خدا نمیکنه و حالت معصیت گناه را شما تغییر نمیده و به سوی طاعت و عبادت خداوند رجوع نمیکنه، الله این حالت بد شما را تغییر نمیده. این آیت اساسی بسیار قوی است برای مردمی که، برای ملت قومی که در گناه دوستاشون آغوشته هستند، ولی با آرزو دارن که خداوند حالت سخت، حالت بد از ما دور بکنه. هیهات هیهات لما توعدون. برادرای عزیز، تا زمانی که ما رجوع به سوی قرآن، رجوع به سوی دین الله نکنیم و به سوی طاعت و عبادت پروردگار رجوع نکنیم، از سرکشی و نافرمانی پروردگار اگر دست نکشیم، ذلت خواری سرنوشت ما است. برادرای عزیز، پس شکایت میکنیم که مسجدها محکمند. مسجدها با چه عذرهایی که محکم هستن الله بهتر میدونه، ولی اگر ما و شما به سوی الله، به سوی دین الله باز بگردیم، از نافرمانی پروردگار دست بکشیم، من گارانتی میتونم ان شاء الله که خداوند این مسجدها را به ما باز میگردونه و خداوند چنان امن و آسایش در این ملت فراهم میکنه که شما خودتون حیران میشوید. پس علاج واقعی، علاج اساسی چی است؟ رجوع به سوی دین الله. ما نمازی بامداد نمیخونیم، میگیم میخواهیم که انقلاب شود، ما میخواهیم که یک بهبودی بشود در زندگی خودمون. انقلاب کرده نمیتونیم، چگونه میخواهیم که انقلاب بکنیم؟ وقتی که ما با دین الله چنگ زدیم، الله نافرمانی نکردیم، ان شاء الله خداوند ما را پیروز میکنه. خداوند مسلمانان را در تمام دنیا پیروز میکنه. از همون زمانی که مردم دم دنیا را قبیدن، در گناه ها دست زدن و طاعت و عبادت پروردگار را پسی پشت کردن، قرآن، حدیث های جناب رسول الله را، دستورات خدا و پیامبر را وقتی پسی پشت کردن، الله اونها را ذلت خواری را نشان داد. چنان اونها را ذلت خواری را نشان داد که اینا که ما و شما ای را دیده استیم. قدر سالی که ما در بدر هستیم، همش علت همین گناه های خداوند است. برادر عزیز، و در دیگر آیات خداوند میفرماید که، نگاه خوب گوش کنید برادر عزیز، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر مصیبت، هر بلا و مصیبتی که بر سر شما میبیاید، به سبب همون گناهایی هست که شما انجام میدید. خداوند آشکارا بیان میکنه. نگاه کنید برادر عزیز، خداوند آشکار بیان کرده است که هر مصیبت سختی که بر سر شما میبیاید به سبب همون گناهایی هست که شما انجام میدید. پس تا زمانی که از او گناهایی که ما انجام میدیم توبه نکردیم،
و با سوی دین الله باز نگشتیم، الله هر نوع بلا و سختی و مصیبت بر سر ما آوردن میگیره. برادر عزیز، به همین خاطر برادر عزیز خوب فکر کردن در کارای آینده خود و آینده این ملت فکر کردن در کارای که ملت به سوی تباهی و بربادی رفته است. سببش در چی؟ سببش دست زدن به فسادی، دست زدن به نافرمانی پروردگار. یکی از همین نوع عذاب پروردگار همین که وقتی که مردم ترک امر معروف و نهی از منکر کرد، مردم یک دیگرش از کار گناه باز نداشت، خداوند بر سر این ملت عذاب میبیاره. نگاه کنه که خداوند قوم موسی علیه السلام، قوم بنی اسرائیل را عذابشون از ذکر میکنه و در دوام چی میفرماید؟ استعیذ بالله كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه. اونها از کار منکری که میکردن یک دیگر را باز نمیداشتن. علتش همینه برادر عزیز، وقتی که ما کار گناه میکنیم و یک دیگر را باز نمیداریم و برعکس کارهای گناه را برای همدیگرمون تعریف میکنیم. یک برادر مسلمان قط یک زن زنا میکنه، سحری میشه میبیا برادرش دوستاش نقل میکنه که یک دختری زور قط من امروز همخوابه شدم. پس چی جای مسلمانی میمونه؟ زنهای پیش، مثلا زمانهایی که مثلا پیش بود، زن مسلمان وقتی که یک مردی بگونه یک گپش میپرتوفت، میگشت یک عقارتش میکرد. حاضی زنها خداشون در طور سرد میبروین، رهاد ماشین را خداشون مهن میکنن. پس چی مصیبت دیگه؟ فحاشی در اوج است، شراب نوشی در اوج است. پس اگر هر یک فرد جامعه یک قدم زده خودش اصلاح بکنه، هر یک فرد جامعه در فکرش همین باشه که من باید به سوی دین الله رجوع بکنم، الله قوم و ملت از این حالت بدی که شما شکایت میکنه تغییر میتیه، حالت اینها رو تغییر میته ان شاء الله. برادرای عزیز، یک حدیث دیگر هم میخونم برای شما. در روایت امام مسلم یک حدیث اومدگی است که دو گروه مردم خداوند از جمله دوزخی ها بیان میکنه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دو گروه مردم از جمله دوزخی ها بیان میکنه. صنفان من اهل النار لم ارهم، میگه دو گروه از امت من دوزخی هستند که تا حال اونها رو من دیدگی نیستم. یعنی اونها در زمان علیه و سلم نبودن و پیامبر صلی الله علیه و سلم با واسطه وحی که خبردار شده بود که در امت همین خیل مردم میبرویه، برای امتش ایره خبر داد. صنفان من اهل النار لم ارهم، دو گروه از اهل دوزخ هستند که تا حال اونها رو دیدگی نیستم. قوم معهم سیاط كاذناب البقر یضربون بها الناس. یکم گروهی که بیان میکنه مردمی هسته که در دستشون به مثل دم گاو تازیانه هسته مردم میزنن. این اشاره به سوی همون ظالما و مستبدای هسته که مردمی بیگناه را میزنن. دویم گروهی که دوزخی هستن نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. دویم گروهی که اهل دوزخ هستند، خوب گوش کنید برادرای عزیز، زنهایی هستند که با وجود لباس پوشی برهنه و لچ هستند. نساء کاسیات عاریات، زنهایی هستند که لباس پوشیده اند ولی با وجود لباس پوشی برهنه و لچ هستند. ممیلات مائلات، خودشون مائل به سوی کارهای فحش و بی‌حیایی هستند و دیگر زنها را با این کارشون یاد میتیند. چه خیلی که میبینیم امروزها وقتی که زنها حرکت کرده ایستن که در پوبلیکا برویان، در پکاز برویان، خودشون نشان بتیان. برادرای عزیز، نگاه میکنیم زنهای مسلمان ای سراینده ها سرکده بود تا پریکولیستا که هر روز صحنه‌چه های حجوی بروورده خودشون نشان میتیان. زنها یا خود در تیک تاک باشه، خود در اینستاگرام باشه، خود در یوتیوب خودشون کاری کرده نشان میتیان. با حجاب باشن مایلش،
به حجاب با لباس های تنگ و نیم برهنه میبرویند. یک نه که این حدیث مصداق ان همین خیلی زنها هستند که خودشون به نمایش میگذارند. زنهایی هستند که لباس پوشیده هستند ولی با وجود لباس پوشی برهنه و لوچ هستند. شارح های حدیث بسیاری علما در شرح حدیث میفرمایند که یعنی لباس پوشیده هم که یا تنگ است یا تنک است یا نیم برهنه است، یعنی که سطر اینها را کاملا پوشانند. در دوام حدیث جای اساسی گوش کنید: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. این گروه مردم داخل جنت نمیشوند و حتی بوی جنت هم نمیفهمند، در حالی که بوی جنت از مسیر خیلی زیاد استشمام می شود. یعنی که با وجود که بوی جنت از مسیر بینهایت دور و دراز در مشام بنده ها می رسد، با وجودی برای مردمی که مقصد به منزل میکنن، مردم ها میزنن و او زنهایی که با لباس های تنگ و نیم خودشون به نمایش میگذارن، در کوچه و خیابان ها میبرویند، سیر و تفریح میکنن و اینها بدترین زنان روی عالم هستند. در یک حدیث دیگر هم پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در روایت بیهقی میبینیم پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بدترین زنان شما کسانی هستند که خودشون را به نمایش میگذارند و خودپسند و متکبر هستند. اونها منافق هستند که از اونها داخل جنت نمی شود مگر عدد خیلی اندک. نگاه کنید برادر عزیز، این لفظ حدیث زنهایی که خودشون به نمایش میمونن، یعنی که در پیش چشم مردم خودشون جلوه میتین، بدترین زنها بیان کرد. پس او خواهرهایی که خودشون به نمایش میگذارن خوب گوش کنن که وقتی خودشون به نمایش میگذارن، خصوصا به حجاب و با لباس های نیم برهنه، این را بدونن که اونها بدترین زنان روی عالم هستند. خداوند اینها را دوست نمیداره و از اینها داخل جنت نمی شود مگر عدد خیلی اندکه. سبحان الله. زنهای ما این حدیث ها را کاش که معنوش میفهمیدن، کاش که معنوش درک میکردن، این قدر از این خودنمایی خودشون باز میداشتن و پرهیز میکردن. خیلی آغاز میکنیم با سوال های برادرای عزیز. سوال ها را سر میکنیم انشاءالله. برادرای عزیز، منم دعوای علم و عالمی ندارم، پیشکی بگم تو من همچون یک طالب علم میخواهم که علم خود مسیقل بتیم. وقتی که شما سوال میتی برای من علم حاصل میشود. من کتاب بینی میکنم و یا که اگر مسئله که نفهمیدمش از دیگر عالما میپرسم و برای من علم حاصل میشه انشاءالله. خلاصه اینجا سعید تیجی که اکای قری جان درباره حق فرزند بالای پدر و مادر یک سخن میکردیم. من درباره حق فرزند بر پدر مادر و حق پدر مادر بر فرزند انشاءالله که یک نوار خصوصی هم انشاءالله در این باره آماده کردگی هستم. انشاءالله که در این باره خصوصی بیان میگم. تفصیلات زیاد داره برادر عزیز، تفصیلات زیاد داره. انشاءالله در این باره خصوصی یک نوار پخش میشه در آینده های نزدیک انشاءالله. وطندار ایپاتیک را میفهموندی گیریم یا نگیریم؟ این سوال برادر عزیز من در نوبت گذشته من گفته بودم که من فتوا تو نمیتیم که ایپاتیک بگیره. من هم فقط بیان کردم که بعضی علما فتوا دادگی هستند که اگر دارالکفر باشه، یعنی که جایی باشه که همه کافر باشه، معامله همراه کافر باشه، معامله سودی، معامله میپرسند مسلمان با مسلمان نباشه، در حالت سخت ضرورت که یگان علاج دیگه نداری و باید ایپاتیک بگیریم. مثال خصوصا همین مردمی که مقصد
اویلوی میبیوین و اونها را در این شهر روسیه مقصد چی نمیکنن، کودکاشون قطعی کوارتیر برای اجاره دادن. کمتر بخشی اینترنت کمتر ضعیف است، میچسبه کمتر. سوال دوامی سوال میخونیم انشاءالله. مراد ما نصیحت. سلام علیکم رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سیاد سلام سوال داشت که قبله را نمیدونی چی خیر نماز خواندن در کار. برادر عزیز در همین دور زمان این بگیم علت چه نمیتونم. مثلا هازی همین خیلی تکنولوژی پیش رفتگیه که هر تمام تلفن داریم، پروگرامی هسته که امو قبله نما را نشون میتیا پلی مارکت بکوی میو یا خیلی پروگرامی هسته که همین میزنی آدرس تا گاب میزنی آدرس می نویسی همو آدرس تر راست قبله را همون سنتر قبله را نشون میتیا. برادر عزیز اگر خوب خیلی مثال با واسطه تلفن قطعی اگر خیلی پروگرام قطعی اگر نیاوی مثلا میتونه که انسان یکون کس بپرسه، اگر یکون کسی هم نباشه که قبله را کم کم چسبیده سیام. برادر عزیز خیلی کوشش میکنیم که الله پروردگار رحمت داملا برای شفا یافتن از آن رقیه چه خیلی گوش کنید، چند مرتبه کمی معلومات میدادید. برادر عزیز اگر کدومی که نه همیشه گوش بکنه با صدای بلند بمونه گوش بکنه در گوشش نواشی قدی بولا که آهسته آهسته همون ترس وهم و همون ضررهای میره انشاءالله که همشه دور میکنه. یه سوالی بعدش موند. سلام علیکم خوبین. یک از سوال داشت که سلام علیکم خوبین، معنای نام رابعه چی باشه؟ رابعه اصلا چهارم میشود، چهارم یعنی که دختری چهارم میشود. اگر کدومی را اگر چهارم دخترش اگر چهارم فرزندش دختر شود نامش رابعه مونه، چهارم دختر یعنی معنای رابعه همین است. سلام علیکم حضرت، شما در کجاین الحال؟ دولت تورایف. ما در غریبی روسیه با بیجا میشیم. جمشید همروی و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوزین حضرت الحمدلله شکرانه پروردگار. شما خوب هستی؟ ماکسیم انشاءالله مالای خوب تنج الحمدلله شکرانه پروردگار. جمشید همروی الله نگهبان باشه دوستان. جایخون سیتی سلام علیکم برادر، سوزی خوبی زنده باشه، الله نگهبان باشه، سلامت باشه دوستان. جمشید همرویف برای مثلا امو رقیه را همیشه گوش کننده کار بسیار گوش میکنید صبح و شام، خصوصا مثلا اگر خودت اگر چند آیت های امو مثلا آیت الکرسی را فلق نص اقلا بتونه خونده پیش ای خواب دست صوف کردن تمام بدن شکیدن، مثال حدیث هم ثابت است این کار را بکنید انشاءالله برای همین شر جین شیاطین انشاءالله خیلی مفید است. صدا هست؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درباره شيخ ابن تيمية. برادری سوال کردن که السلام علیکم، گوشت گاو را از مگزین های روزها خریده بسم الله گفته خوریم حلال است؟ این ابین برادری عزیز درباره گوشت گاو یا گوسپند حیوان های حلال گوشتی که در مگزین روزها فروخته بسم الله بگوی بخری میشه یا نمیشه؟ این سوال های شما بعد همون نواری که در کانال صدای امید برو بعد همون این سوال ها برای در ذهنی برادر پیدا شده فتوای نوسنجیده است. مذهب احناف مثلا شرط میدونن که چی شرط های حلال شدن گوشت حیوان های حلال گوشت برای مسلمان ضروری است. همو خیلی شرط ها برای کافرای اهل کتاب هم همو خیلی ضرور هست. یعنی که مثلا ذبح کردن با تزینه، یعنی که به سبب ملاتوک زدن یا که به سبب آب گرم زدن، مثلا گردن زدن، همون 4 رگی که هسته گردن حیوان بریدن شرط ضروری است و بسم الله الله اکبر یا که بسم الله گفتنش ضروری است به نام الله. وقتی که کافر میکشه به نام الله نمیگه، این یقین است که وای حرام است. و در این باره ان شاء الله که مثلا ما قولی مثلا فتوای دوم سروجدین مثلا چیزی نمیگیم، در شخصیت خودش یگون گپی نمیگیم. هر کسی که اهل علم است ما ان شاء الله که اونا را احترام میکنیم، ولی این فتواش ما قبول نمیکنیم، برای که فتواش مطابق فتوای تمام فقهای مذهب احناف تغییر نمیگیره، مثلا مخالف است. شرط همیه که مثال خداوند در قرآن میفرماید ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، از گوشت حیوان هایی که وقتی کشتن بسم الله نگفته باشن نخوره. پس علمای مذهب احناف برای حیوان ذبح کردن نکی برای ذبیحه اهل کتاب ایرم شرط میدونن که بسم الله بگه. به بسم الله کافر کتابیه ذبیحهش درست نیست. اگر واقعا اهل کتاب باشه هستن مردمی که همون کافرای کتابیه که اونها با نام اهل کتاب هستن ولی در حقیقت اونها دهریه هستن. ذبیحه ویها به مثل ذبیحه مجوسی ها بود پرستو هستن، یعنی انسان های به خدا. خلاصه که در این مسئله شما برادرای عزیز احتیاط سخت بکنید، سخت احتیاط بکنید. ذبیحه بگیم که پرهیز کردن تو واجب است برادرای عزیز. تا اگر یقین نباشه که به ذبح بسم الله هسته نخری، اگرچه گاو و گوسپند همو حیوان های حلال گوشت باشه. طالب 65 سوال داشت که برادر من نوارای شما را کانالم دا پرتافتم زید نیستین؟ ها، نام کانالم طالب 65 شما را پادپیس بکنین. برادر عزیز ما در اول همون کانالمون یک نواری داریم، در همون سرلوحش اومدگی هست که بگیم بنده تمامی همون نوارهایی که در سایت ما هسته، در این کانال ما هسته، همش صدقه جاریه هسته، پهن کردنش صدقه جاریه هسته. اجازت است از طرف بنده، کاملا اجازت است برادر عزیز، هر قدر که میتونیم مثلا در کانال تو میپرتویم. مقصد این کانال من پلکارکنی نیست، مثلا فی سبیل الله هسته. مثلا کدومی که میتونه خیلی که میتونه پدلیت سم میکنه در کانالش میپرتویا، اجازت است برادر عزیز. اسلامسکی برادر دستگیری کنید مولوی را ان شاء الله صوبش میرسد کاری خیر. سلامت باشی برادر عزیز. کفترخانه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درباره شیخ ابن تیمیه چی میگویی؟ برادر عزیز، شیخ ابن تیمیه رحمت الله علیه یکی از علمای بسیار برجسته عالم اسلام است. اگرچه مثال بعضی بگیم نظریه هایی که این حضرت داره مخالف دیگر علما هسته و دیگر علمایی که همتراز این حضرت هستند او را اعتراض هایی دارند، ولی برای ما و شما این را هیچ که حق نمیتیه که در باره ابن تیمیه رحمت الله علیه ناسزا بگیم. بسیاری برادرای مثال حنفی ما بسیار ایحد تجاوز میکنن که ابن تیمیه را ناسزا میگن، گپای قبیح میگن. این بسیار کاری غلط است.
اونها عالمای بودن در دور زمان خودشون برای دین خدمت کردن بسیار کتاب های بسیار داره و در اسلام خیلی خیلی خدمت های بزرگ کردگی است. بسیار عالم و فقیه بودن. سبحان الله اگر تمام همین خدمتاش اگر نادیده بگیریم در حقش به خاطر بعضی همون عقیده هایی که داره او را ما مثلا تنقید بکنیم و او را مثال ناسزا بگیم، این از دایره اسلام هم از انصاف بیرونه برادر عزیز. وقتی اگر عقیده های او را قبول نداری بگذار که نداشته باشی، ولی اهانت کردن در کار نیست. به هیچ یک عالم دین اگرچه که فتوای او مخالف طبیعت تا هست نباید که ما حتی کمترین بدگمانی را بکنیم. حسن بصری رحمت الله علیه میفرماید که گوشت عالما را نخوره، گوشت عالما را نخوره که زهرآلود هسته شما را هلاک میکنه. معناش چی هست اینا؟ یعنی که گوشت عالما را خوردن این معنا داره که چخیلی که خداوند غیبت با مانندی مرداری برادری مسلمان را خوردن هسته، یعنی که تشبیه کردگی خداوند غیبت کردن با خوردن گوشت مردار انسان چقدر قبیح هسته. امام حسن بصری همین بگیم معنا را تعبیر میکنه که گوشت عالما را نخوره، یعنی که عالما را غیبت نکنه که گوشت عالما زهرآلود شما را هلاک میکنه. یعنی که وقتی که عالما را شما ناسزا میگید، تنقید میکنه، شما دینتون را تباه میکنه. حاجی بسیاری مردم هستند، بسیاری مسلمان ما هستند که ویدیوی حاجی میرزا را در تاج میبینن ناسزا میگن. اشان نوردین در تاج ویدیو تماشا میکنه، در تاج ناسزا گپ میزنه. برادر عزیز وقتی که همون فتوایی که هوای داده مخالف طبیعت تاسه تو قبولش نداری بگذار، قبولش نکن، نه که به هیچ صورت رایش که حق نمیده که او را اهانت بکنی. مثلا مردی مسلمان نباید این کارا بکنه. ابن تیمیه هم یکی از علمای برجسته اسلام است، ما او را قبول داریم و فقط بعضی همون عقیده هایی که مثال داره ما با او فتوا و با او مثال عقیده های او مثال عمل نمیکنیم. پس نه که ما عالم بودن و بسیاری درباره مثال دیگر چیزهایی که مثال گفتگی هستند ما اون را قبول داریم. شخصیت بسیار بزرگ است، الله رحمت مغفرتش کنه پروردگار. هیچ کس حق نداره که در حق عالما سخن ناسزا بگه. کفترخانه صدا هست، چسبیده صدا هست. این روز خیلی که صدا بگیم چسبیده سعید برادر رقیه را مونده گوش کرده خوب کنی اجازه است؟ بله برادر عزیز، مثلا در گوش همون رقیه بخونه و مثلا خوب برای گوش کرده خوب برای با که نداره انشاءالله. ساندر پاویتنیک السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت درباره ملاهای رقاصه صحبت کو. حضرت ملاهای رقاصه برادر عزیز سوال داشت که درباره ملاهای رقاصه صحبت بکن. برادر عزیز اصلا باید ما بدونیم که ملا کی هستند. ملا لفظ ادب هستند، لفظهای ادب هستند که برای انسان‌هایی که پیشوای دین هستند، اهل علم هستند استفاده برده می شود. در هر منطقه لفظ ملا هر خیل استفاده می شود. مثلا در طرفای هندوستان، پاکستان، افغانستان انسان‌های اهل علم طالب علم را مولوی یا که مولانا میگن. در ترکیه اهل علم طالب علم را افندی میگن. در عربستان سعودی بگیم اهل علم شیخ میگن. در تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان اینجا مسلمان های اینجا ملا میگن. تترا ملا میگن، ملا. و این ملا الفاظ ادبه و هر کس ملا گفته نمیشوه. ملا یک کسی هست که علوم دینی را، یک نظام و ترتیب مدرسه رو میخونه
و در پیش یک استاد ماهر بگیم که قرآن و حدیث می آموزه، نه اینکه مثال و مثل بعضی ها از روی اینترنت یا که از روی کتاب های کریلی و ملا میشوه، از روی پریود بخاری و مسلم میخونن و ملا میشوه. نه برادر عزیز، ما همه خیلی انسان های نیمچه ملا را ملا میگیم، پس یک کاری حرام اینها را که دیدیم و میگیم که ملاها همشون هم خیلی هم. نه برادر عزیز، غلط میکنه. او رقاصه هم رقاصه های، ملا های. انسانی که واقعا ملا هسته او ملا هسته، واقعا اهل علم هسته، او هیچ وقت او کاری ضد شرعی نمیکنه. خداوند دروغ نمیگه برادر عزیز. ملا یعنی که اهل علم، عالم های دین. یعنی خداوند در قرآن میفرماید استعیذ بالله هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یعنی که خداوند میفرماید که آیا اون کسایی علم دارند که عالم دین هستند و اون کسایی که علم ندارند برابر هستند؟ نه، برابر نیستن برادر عزیز. یعنی که واقعا کسی که اگر ملا باشه از همه دیده بیشتر عالم، ملا از خدا بیشتر میترسه و از کاری گناه پرهیز میکنه. پس نشاید که هر رقاصه و هر زیناکار ما ملا بگیم برادر عزیز. اگر رقص میکنه فاسق هسته، کدومی که باشه رقص میکنه در ملای عام. خصوصا درباره رقص گفتیم، ما چند نوار درباره رقص های همون فحشه که برادر مسلمانی ما میکنن چند تا نوار پرتفتیم با همین قریبی. چند تا نوار در کانال ما بدوری تماشا بکنه. کدومی که رقص میکنه مجلس های محفل های شیطانی برپا میکنن، یکمش صاحب خونه، دیمش همون مردمی که در همونجا حضور دارن همشون فاسق هستن و در پیشگاه الله جواب میتین. همشون دیوس هستن که دیوس داخل جنت نمیشوه. دیوس کسی را میگن که در اهلش کار غیر شرعی را میبینه و دم نمیزنه. همونجا مردهایی که در همون کروب ایستادگیان، یک رقاصه با لباس های نیم برهنش میبره تمام بدنش میلرزونه و در اونجا خواهرای همونها حضور دارن، کودکا نابالغا حضور دارن. در بین همون آدم میبرویه و رقاصه را با آغوش میگیره، حرکت های شهوانی میکنن قطعی و رقص چاواندازی گفته. پس این چی مسلمانی میمونه دیگه؟ واقعا فاسق هستن. پس ای بین همونها یک نفر یافت نمیشه بگه که ای برادری کارت نکی، کارت حرام است. من باوری دارم که در بین اونها چند نفر برویه و صاحب خونه را ملامت بکنن که این کاری گناه نکه. چند نفر ای همونجا برویان همون مردم بگن که ای الله بترسی، عذاب پروردگار بر سرتون میبیاد، این کارها را نکنه. باوری دارم که همین مردم همین کارا نمیکنن. باور کنید. نه که وقتی که ما شما خب که کردیم منکر باز که نداشتیم ایده بدتر میشه برادر عزیز. اگر که عالم نباشد لیکن دعوای عالمی را کند ما گپ زنیم خطا میکنیم. برادر عزیز، اگر کسی که علم دینی نداره، واقعا اصلا علم دینی خوندگی نیست، نباید ما او را مثلا ملا بگیم. برادری مسلمانش میگیم و هر گپ فتوایی که داد اون ما قبولش نمیکنیم، برای که یک انسان جاهل است. در شریعت هازی هر یک از گپ زن شدگیه. شفیارای اصلا یگان کتاب دین را خوندگی نیست، میبه در ملا را اعتراض میکنه فلان گپ غلطه، فلان گپ نوتوره، تره و تره. وقتی که علوم دینی خوندگی نیستی برادر کاری خطا میم. دختری خطا بکن، معلمی و معلمی خطا بکن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت همین دشیرک خوردنش درسته؟ برادرای عزیز، واقعا در این چیزهای دشیرک ده بعضی چیزهای ترکیبش نگاه کنید، ترکیب بعضی چیزهای حرام هم هست، پرهیز بکنید. مثلا خصوصا بیشترش خیتای میکنه، همش خینیکت ضررآور هستن اونها. با وجودی مثال ضررآور بدنش چیزهای حرام هم دباوید میکنن در اونها. برای همین برادرای عزیز سختی خطی پرهیز بکنید. اگر یک چیزی حلال باشه، یک چیزی حرام باشه، صدها چیزی حلال هست که شما مثلا از اونها استفاده میبره و نیازی به سوی خیلی چیزهای حرام نیست.
مثال نو بولوش ای مرغ ای نمیدونم ای هر خیلی حیوان هایی که حرام گوشت هستن مردم ما میبینه همین گو یا که ای مرغ میگه حلال درست ایتا فکر نمیکنه که او گوی که هسته به ذبح بسم الله کشتگی نیست حرام هسته مسئله گوشت وقتی کشتن بسم الله گفتن در شریعت اهل کتاب نیست بسم الله گفتن در شریعت اسلام برادر عزیز ایرا مقصد بسم الله گفتن مقصد علما و فقهای مذهب فقهایی که میگیم که مهارت علمی دارن اونها صاحب کتاب هستن بگیم که با اتفاق نظر دارن که اهل کتاب شرط هایی که برای اهل کتاب ذبیحش درست شدن شرط های مسلمان ها هستند یعنی که چی شرط هایی که برای مرد مسلمان که بکشد درست می شود همون شرط ها در اهل کتاب هم ضروری هستند واجب هستند اگر او شرط ها رعایت کرده نشود ذبیحه اهل کتاب کافره هیچ کنه نمیگه که ذبیحه اهل کتاب نادرسته ذبیحه اهل کتاب طبق آیات قرآن درسته ولی شرطش یکی بسم الله بگه این بسم الله گفتنش هم بسم الله گفتنش هم در آیات قرآن ثابته برادر عزیز فهمو خداوند در قرآن میفرماید ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه از او گوشت حیوان هایی که بسم الله نگفته باشن نخری میگه در اینجا گفتگی نیست که اگر اهل کتاب باشه بسم الله نگه میشوه در اونجا اومدگی نیست ذبیحه‌ش گفتگی که بخره ذبیحه‌ش گفتگی بخره نه که در دیگر آیات این تفصیل میکنه که ای گوشت اما حیوان هایی که به بسم الله نکشته باشن نخره پس اینجا بگیم قول کدام فقیه شما اگر وقتی که قبول داشته باشید مثلا فقهای مذهب احناف من مثلا فقه پیروی از فقهای مذهب احناف من فقهای مذهب احناف پیروی دارم اگر کدومی که مثلا دوم سیروجدین پیروی میکنم مرحمت با فتوای دوم سیروجدین عمل بکنه من مثلا به اون کسم مجبور نمیگم که فتوای من قبول کنه گفت من قبول کنه هر کسی که مثلا خیلی میفروش هم خیلی عمل بکنه نه که با فهمیدگی من مثلا با همو میگیم که از فهمیشاتی که ما مثلا دسترس کرده هستیم از مو علمی که دسترس کرده هستیم یکی کافر اهل کتاب رسوم هست یهودی ها که نصرانی ها تو اگر بسم الله نگن حلال نمیشه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در مسجد ها رقص میکنند حضرت کدمایی که در مسجد توی برپا کردن درنی مسجد بردن رقص کردن موسیقی آوردن چیزهای حرام کردن باور کنه این بسیار گناه کبیره را مرتکب شدن الله ذلت خوری را بر سر همه ملت میبیاد استاد و ایاک برادر عزیز کفترخانه مسئله تمام اهل کتاب اجماع امت شدگی بله برادر عزیز اجماع امت یکی برای که آیات صریح میبیاید آیات صریح میبیاید که ذبیحه اهل کفر اهل کتاب ذبیحهش درسته اما اختلاف در چیه اختلاف در که او بسم الله قطعا بگن یا نگن انا این مسئله بسم الله هجده اختلاف هسته کدومی که مثلا با کدوم فقیه که مثال پیروی میکنه کردن میگیره ایروی فهمیدگی ما فقهای مذهب احناف میگن که به بسم الله ذبیحه اهل کافر درست نمیشه ما انشالله من خدا نصیب کنه این مسئله همین ذبیحه اهل کتاب انشاءالله که یک نوار خصوصی انشاءالله ثبت کردنی هستم محمد تقی عثمانی که یکی از علمای برجسته عالم اسلام هسته از علمای معاصر در دولت پاکستان قاضی القضات بود 20 سال دولت پاکستان پارلمانش ده 20 سال قاضی القضات بود ورخوان سود خلاصه بسیار فقیه و محدث بسیار بزرگ است در کتابهاش در مسئله همین ذبیحه اهل کتاب
همت نوشتگی هست که شرط هایی که برای مسلمان ها ضروری هستند برای حلال شدن ذبیحه برای اهل کتاب هم ضروری است برادر عزیز. الله جزای خیرت یا استاد. سلام علیکم برادر، چه خیل تون گپ زنم، گپی ضرور دارم. رمیز خالوف. برادر عزیز در همون کامنتاری ها نمرات رو نوشته، ان شاء الله اگر یگون سخن خصوصی داشته باشه اگر واتساپ ده ان شاء الله می نویسیم ده. کفترخانه بسم الله برای مسلمان ها های. و برادر عزیز اگر این چی میگی؟ خداوند میگه که به گوشت حیوان هایی که بسم الله گفتگی نباشه نخری. اینجا میگیم که تفصیل کردگی نیست که اگر اهل کتاب باشه بسم الله هم نگه میشوه. خداوند هم تا علل اطلاق میگه که از او گوشت حیوان هایی که بسم الله نگفته باشه نخری. این وقت چی میگی؟ خلاصه نگاه کنید برادر عزیز، اختلاف امت رحمت است. کلمه که ما گفتم کو هم مجبور تو نمیگم گپی منو بگیره. ما گفتم که فقهای مذهب احناف همین خیلی فتوا دادگی هستند و قدیما بحث نکنی، مثلا با فهمی خودتون عمل بکنی برادر عزیز. بسم الله برای مسلمان ها. یکی از سبب های قبول نگشتن دعاهای ما همین لقمه خورده ما می باشد. بله برادر عزیز، وقتی اگر ما حرام بخوریم، حرام بپوشیم، پس دیگه جای دعای ما اجابت بشه. نه دعای ما اصلا وقتی که ما گناه بسیار که میکنیم دعامون اجابت نمیشه. و یک مسئله دیگه در برای مسئله همین ذبیحه اهل کتاب، مثلا نگاه کنید نه فقط اگر گپ شما رو تسلیم شویم که خی به بسم الله درست این خی این فرض مثال، پس نگاه کنید که با اپرات کشتنش حرام میکشن میخریش بسیار محل میشه که پیش همو چیز گردنش زدن در آبی گرم میزنن، پیش او که مثلا کلاش میبره در اوجا بگیم چی میشه در همون او میزنه سویت قطعی میکشش. میفهمی؟ در حلال بدنش در حلال بهایی نمیمونه دیگه. میفهمی؟ یعنی که خداوند در چند قسم از حیوانات میگه که مثلا منخنقه باشه، یعنی که خرطق جف کردگی شدگی باشه، یعنی که به واسطه ملاتوک، یعنی که به واسطه ضربه سخت مثلا در سرشون میزنن، یا که به واسطه یگون چیزی دیگه که غیر ذبح شرعی هسته به واسطه اونها رو هم بمره ذبیحه حرام میشه. ای مثال اپرات خطیبات که میکشن فقها میگن که مثلا ذبیحه حرام میشه، اپرات که کشتن قطعی. من ان شاء الله که در این باره خصوصی یک نوار ثابت میکنم، قولی دو جانب ان شاء الله که میبیارم و روشنتر در این باره ان شاء الله صحبت میکنیم. خدا خواهد ان شاء الله. خدا توفیق دهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جوان اول حج نماید بعد همسر گیرد و توی سنتی را شهر میدادید با احترام. MC TJ. برادر عزیز این خیلی نه، اگر حج در گردنش فرش دگی باشه، بسیاری برادری ما در گردنش حج فرش دگی نیست، فهمیدی؟ حج در گردنش فرش دگی نیست، حج در گردنش فرش دگی هست. چسبید به فکرم نه. برادر سوال کردن که نه مثلا جوان اول حج ادا نماید بعد همسر گیرد و توی سنتی رو شهر میدادید. برادر عزیز اگر در گردنش فرش دگی باشه اول باید که حج بکنه، و اگر مثلا حالت توقان باشه، مثلا توقان یکی حالتی مثلا انسان خودش اداره کردن نمیتونه، شهوت غلبه شهوت، یعنی وقتی که انسان غلبه شهوت داره، غلبه شهوت هسته و خودش داشتن و خوف داره که زنا میکنه، اول باید که همسر بگیره، اول باید که زن بگیره که در گناه مبتلا نشوه و بعد از اون مثلا حج بروه. حج در ما علی تراخی
فرض میشه. اینه که مثلا علی الفور همون زمانی که مثلا مالدار کشی توانی مالیش رسید همون زمان فرض نمیشود. مثلا علی تراخیه، مثلا اگر این سال نرفت میگه سال دیگه بروانه که فرض باقی میمونه دیگه. مثلا در این صورت که خیکی باشه، مثلا وقت اگر عند توخون باشه، حالتی غلبه شهوت باشه، در این صورت باید که اول زن بگیره خچه آرام بکنه و بعد حج بکنه. و توی سنتی همین ای که خراجاتش کمتر باشه. توی مثلا با طبق سنت جناب رسول الله همین ای که زنک مهرش داده شوه و در حضور شاهدان نکاح کرده شود تمام. و این قدنگ مثال دنگی که مثال مردمی ما میکنن، این دوادوی که میکنن، این خراجاتی که میکنن، همش بگیم که ای شریعت بیرون هستن برادر عزیز. و بگیم که بسیاری مردمی ما یک خراجاتی که یک توی ده میروه اینقدر پلی کلان میروه و جدت میکنن، نگاه میکنن که یک پلی کلان با قب دسترس کنم بعد فرزند مزن بتیم تا او بگیم این قپل مثال بگیم کور میکنه تا این قپل میوه که این فرزندش ایره بیره همیشه و برای همین برادرای عزیز وقتی که مثال همین فرزند به بلوغت میرسه، به یک سنی حد رشد میرسه و خشک از طرف فرق میکنه، زنک ای مردک فرق میکنه، مثلا سنی مثلا 18 19 20 اگر بالاتر میشوه، در این زمانی که مثلا همین زندگی را میفهمه، قدری زنک میفهمه، احترامی همسر میفهمه، زندگی چیه. در این صورت باید که فرزند جفت کردن در کره، زن دادن در کره، دختر شد دادن در کره بر وقتی. اگر اینو را ما صبر میکنیم که که من پولدار شدم، پولم بسیارتر شد، با اینو را من جفت بکنم و توی های دبدبه بکنم، تا او زمان ای فرزند شما چند بار دیگه زنا میکنه و چند کارهای حرام دیگر دست میزنه. و همین خاطر برادرای عزیز حرکت کردن در کار که تیزتر زن بگیرن، بچه‌هاتون از زن بتیه. یک نه که خداوند وعده میکنه انسان‌های زنگیره، یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. اگر همین انسان‌هایی که قصد زنگیری دارن و قصد عفت میکنن، میخواهند که ما زن بگیریم و شرمگاهمون رو حفاظت بکنیم، اینها را خداوند از فضل کرم خودش بنیاز میکنه، یعنی که تمام مشکلات اینها را کفایت میکنه. پس زن بگیری، نترسی از اینکه ما این زنک چه خیلی میخوریم چه خیلی میپوشونیم. بسیاری جوانای ما را حاضر اگر بگی زن بگی 27 ساله و 28 ساله و 30 ساله شده زن نمیگیره، میگه دردی سره. والله قسم برای عربه کشی که ماشین شویی بکو نون نفقه زنک بیار بته، ای برای تو 1000 بار بهتر از ای که بیزن بگردی و چند بار دیگه در زنا مبتلا شوی. الله پروردگار جوانای ما را حیا و عفتشون از یاد بکنه. ذبحی برادر سوال کرده است که برادر نایست است که خوب میشید قرائت میکشید. من نشید موندگیم برادر از این تمام کشتمش. حالت خوب میشد که قرائت میکشید. چی طرز فرض میگه سوالی تر ما هازی کانتا گذارونم با فکرم. سوالی خودت چه خیلی بود الکساندر؟ چه خیلی بودی سوالی خودت؟ قاویت کن. سوالی خودت همی بود ذبح بینماز را خوردن درست هست حضرت؟ برادر عزیز اگر اصلا در مسئله شخص بینماز فقها چی میگن؟ من دفعه دیگر هم گفته بودم برای اون انسان بینماز اساسی مسئله که ذبیحه همین انسان خوردن یا نخوردن، اینه انسان بینماز اگر گاو بکشه گوسپند بکشه همین گوسپند حلال میشه یا حرام؟ در این مسئله باز میگرده به سوی مسئله این میشه که برادر عزیز انسان بینماز کافر هست یا نه؟ بعضی فقها میگن که ائمه اربعه همین 4 امامی که هستی بینماز مطلق کافر میگن. امام احمدی بن حنبل، امام مالک، امام شافعی رحمت الله علیه. فقط امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بینماز مطلق کافر نمیگه، فقط میگه اگر اجل تنبلی و سستی
اگر نماز از جهت تنبلی و سستی اگر این خیلی انسانی که مثلا به نماز است در نزد امام ابو حنیفه اگر از جهت تنبلی و سستی اگر نماز نخونه فاسق و فاجر هستای نه که مسلمان هستای اگر بگیم که با قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه انسانی بنماز اگر بنمازی که از جهت تنبلی و سستی اگر نماز نمیخونه ذبیحش حلال درست نه که اگر از قصدن نماز نخونه انسانی هست که قصدن نماز نمیخونه میگیش نماز خونی من نمیخونم در کار نیست و همین عقیده ای که مثلا نماز فرض نیست نماز ضروری نیست این ملاها سخت میگیرن اگر به همین عقیده باشه با اتفاق تمام فقها و محدثین همین انسان به نماز کافره و ذبیحه‌ای که سوال برادر سوال دیگه است ذبیحش حرام است خودنش درست نیست فهموشید برادر عزیز اگر بگیم که اجای تنبلی و سستی نماز ترک بکنه نه که نماز نخوندنش اجای تنبلی و سستیش باشه ذبیحه‌اش خوردنش درست است نه که این انسان فاسق و فاجر است ذبحی به نماز خوندی نخوندیم استاد چند روز پس افیر میکنه اگر نه راستش ما خیلی شد نیت ها داریم که همین برنامه ها را مثلا خوبتر و بهتر بکنیم و ان شاء الله که و این همین سوال های شما این افیر آباد میکنه ان شاء الله سوال دادی من کتاب میبینم ان شاء الله سوال این افیر آباد میشه ان شاء الله و ما کوشش کردیم که ما کار دنیا میکنیم مثلا اون نفقه فرزنده دو روزی عادی خونده یک روزش ده ان شاء الله یعنی که 3 روز پس میشه ده به فکرم 2 روز بر خداوند توفیق بتیا و اگر یکون مثلا مشکلاتی مثلا خانوادگی نبرویا اون کار بری مثلا زندگی ان شاء الله حرکت میکنیم که هر روز باشه ولی خیلی ناامکان است مثلا کار بر بسیار هست برام یک وقت جدا میکنیم که کم ترک قطعی شما صحبت بکنیم و برای ما کم تر علم حاصل شود یعنی ما یاسین خدمت تکرار کردنی هستیم کاری میکنیم که مثلا کم تر علم حاصل کنیم خیلی شید خیلی ها مثلا با کتاب بینی و با خوندن و با چیز که دور شدیم دیگه همه چیزا فراموش دیسیم و همین خاطر برادر عزیز شما سوالاتون بنویسه و سوالای قدیمی تا که اگر من جواب دادن نتونستم این از جهت کم علمی من برادر عزیز از جهت نافهمی من هسته و من این را اعتراف میکنم ندونستم برای من عیب نیست ندونستم گفتن و انشاءالله من حرکت میکنم که سوالهای شما را یافته کافته جواب بدیم انشاءالله مسلمانی نماز نخواند کافر میشود یا نه دانیار علی مسلمانی نماز نخواند کافر میشود یا نه ما برادر همین سوال خط جواب گفتیم که مسئله انسانی به نماز چخیله سبحان الله سبحان الله خودم کار میکنم خودم را نگاه بین کردن میتوانم خودت کار بکنی خودت تخت نگاه بین کرده تونی خوش و به حالت برادر عزیز سلام علیکم و رحمت الله و برکاته چند نمودی شرک میشود و آنها را کوتاه کرده گفته گذارید تا ما در یگان تای آنها مشغول نشویم برادر مسئله همین شرک در ان شاء الله که کدرک تفصیل میخواه مثلا با دو سخن اون را مثلا تیور کرده هم نمیشه من فکر میکنم در این باره اگر یک نوار ثبت بکنیم خوب میشه ان شاء الله من خیلی دیر باز من خیلی نیت داشتم که درباره همین شرک یک نوار من ثبت کنم که خصوصی درباره همین مثلا با تمام پهلوهاش بیان بشه ان شاء الله که نیت هست در این باره نوار خصوصی ثبت میکنیم ان شاء الله شما دعاگو باشه حضرت ابو عبیدالله متوکل را گوش کنیم یا نه برادر عزیز نگاه کنیدم ابو عبیدالله متوکل عالمای خوب هستن عالمایی هستن که مردم افغانستان هستن بله مقصد خیلی که تمام عالما را گوش کردن درست نه که در مسائل فقهی مقصد همو عالما را مقصد قول همو عالمی را مثال پیروی میکنی که مثال کدام مذهب پیروی میکنی یعنی که پیروی از مذهب ضروری است برادر عزیز خصوصا برای
برای مردم عوام، برای ما خوبش که برای ما لازم است که همون عالمای مذهبی مون هم مثلا گوش بکنیم. نه که من نمیگم که مثلا شما ابو عبیدالله متوکل گوش نکنی، مثلا پند نصیحتاش گوش بکنی، مثلا مسائلی که بیان میکنه گوش بکنی. همین خاکی مثلا همون مسائل فقهیش، مسائل فقهی را که بیان میکنه، اون مسائل فقهی ده مثلا شما او را مثلا فتواش قبول نکنی، فتوای ما علمای مذهبی خودتون گوش بکنی. ولی این مثلا دلالت بر این نمیکنه که وقتی که فتوای یک مثال یک عالم اگر وقتی که من قبول نکردم او را من بد میبینم، این معنی نداره. من او را احترام میکنم، در قلب من جا هسته، عالم دین هسته، او در اسلام خدمت میکنه، من او را اعتراف میکنم. ولی مثال همو بعضی مسائل فقهی که بیان میکنه و در اون مسائل فقهی مثال طبق مذهب احناف بیان نمیکنه، من که حنفی هستم از او پیروی نمیکنم. در این مسئله باید من علمای مذهب احناف گوش کنم، خواهی که مثلا مطابق طبیعت من میبیه یا نمیبیه، باید من فقهای یک مذهب من باید پیروی بکنم. نه اینکه مثلا در قلب من کدمش که مثال محقل کشید، در قلب من کدمش که سبوک به نظر برسه، من همون را مثلا پیروی بکنم. خیلی طوری نمیگیره برادر عزیز. پیروی از مذهب من توصیه میکنم که پیروی از مذهب آسانتر است برای به دین عمل کردن، برای مردم عوام، نه که برای مردمی که عالم دین هستند، یعنی که به درجه اجتهاد میرسن، اونها بگیم که اونها پیروی از یک مذهب ضروری نیست. به اونها ضرور نیست که اونها یک مذهب پیروی بکنن. پیروی یعنی که مذهب ترک کردن فقط برای انسان‌های مجتهد اجازت است. برای ما و شما که عامی هستیم یک چند نمیفهمیم، دلیل خود اعتراف فر نمیکنیم، لازمه که علما یک مذهب باید گوش بکنیم برادر عزیز. ابو عبدالله متوکل گوش کنی برادر عزیز. علما همشون خوب گپ میزنن، ناخوب ما هستیم که گپاشون گوش نمیکنیم. حضرت عبیدالله متوکل را گوش کنیم یا نه؟ حضرت شما یک جا خوندگی هستین، یعنی یک جا همراهی کی خوندگی هستین؟ من نفهمیدم سوال خطا. این سوال دست سترویکا در روسیه. حضرت شما یک جا خوندگی هستید، یعنی که یک جا خوندگی هستید؟ من سوال خطا نفهمیدم. یک جا همراهی کی یک جا خوندگی هم؟ سوال خطا من راستش نفهمیدم. اسلامسکی براد سوال داشت که چی خیل کنیم ایمانمون رو مستحکم تر کنیم، گناهانمون رو کم کنیم، نمازهایمون رو قضا نکنیم. برادر عزیز نگاه کنید، وقتی اگر بسیارتر نصیحت های علما را گوش بکنه، خیلی ایمان تو قوی می شود. واقعا وقتی اگر سخنهای میگیم قرآن میخونیم، معنی قرآن میفهمی، حدیث میخونی، معنی حدیث میفهمی. یعنی اگر خونده معنیش فهمیده یا که حدیث رو خونده که نمیتونه، علما را گوش بکنه. وقتی که علما را گوش میکنه، اونها از آیات های قرآن، از ذکر دوزخ جنت، از وعده های خداوند، از وعیدهای پروردگار گپ میزنن، ایمان شما آهسته آهسته قوت میگیره، دین شما کامل میشوه. ان شاء الله که آهسته آهسته شما گناه ها را ترک میکنی. حرکت کنی که فقط مثلا با این نمیشوه که مثلا فقط دعا بکنی و حرکت نکنی. و اگر میخواهی که از گناه پرهیز بکنی، چیزهایی که شما را به گناه میکشه از اونها پرهیز بکنی. دوستهایی که شما را مثلا به گناه نزدیک میکنه از اونها دوری بکنی. پس میتونه که ان شاء الله که از گناه ها دور شوی. همین از گناه که دور کشیده، ان شاء الله ایمان شما روز تا روز سیقل میشوه، روز تا روز ان شاء الله که قوی میشوه. خدا خواهد. استاد ابو عبیدالله بهترین کسان، بله بهترین کسان. همین بیایم که بهترین ما هستیم که گپی همون عالما را گوش نمیکنیم. اخی هر گلی را رنگ و بوی دیگر است. هر یک عالم به خودش یک بوی داره، یک بوی خوش داره، یک طرز گپزنی داره، یک اندازی فهموندن داره. پس این ما هستیم که گپی خیلی عالما را گوش نمیکنیم برادر عزیز.
بله برادر عزیز حضرت در یگان مدرسه خوندگی هستیم. بله در مدرسه شهر دوشنبه خوندگی هستم. در مدرسه دوشنبه در پیش داملوهای تاجیکستان خوندگی هستم الحمدلله. در پیش داملو علامه خوندگی هستم. حضرت ایشان علامه استادی ما بودند. در پیشون درس گرفتیم از حضرت. الله پروردگار رحمت و مغفرت کنه. در پیش چیل هنر چیل تالانتوف. سلام زنده باشین. سوزین برادر. الحمدلله رب العالمین. خوب هستم. الله شما را نگهبان باشه برادر عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد درباره اعراف کمتر سخن میکردید. کدام شخص ها در این مقام هستند و با چه گناه ها؟ خلاصه شا گپ زنیم. مثلا کدامایی که مثلا گناه هاشون وقتی که ترازوی اعمال میشوه گناه ها و نیکی هاشون برابر میشوه. همین خیلی برابر میشوه که به یک ثواب زور میشوه. و یک ثواب زور میشوه که همون در بالای همون نیکی هاش بمونه و نیکی هاش بیشتر بشوه. این خیلی انسان ها در اعراف هستند. ولی فقها و بسیار علما میفرمایند که عاقبت این انسان هایی که در اعراف هستند عاقبت داخل جنت میشوند ان شاء الله. یک آیت برای شما بیان بکنم. خیلی خیلی مهم است برای جوانان، خصوصا برای جوانان. کسی کی میخواهد که داخل جنت شوه و باششگاه او در روز قیامت جنت باشه؟ کی میخواهد؟ پس گوش بکنه. خداوند در قرآن میفرماید و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. اما شخصی که در پیشگاه الله ایستاد شدنش بترسه، میترسه که در پیشگاه الله چگونه من حاضر میشوم و الله از من از این گناهایی که کردگیم چی وقتی که میپرسه من چی جواب میتیم. و نه نفس عن الهوا، یعنی که بترسه در پیشگاه الله ایستاد شدن شه و خودش از خواهشات نفسانی باز بداره. فإن الجنة هي المأوى. بیگمان جنت باششگاه همین خیلی انسان است. سوره نازعات آیت 40 و 41. نگاه کنید اینجا خداوند دو چیز را بیان میکنه برای جنتی شدن یک انسان. یکمش اینه که انسان پیش از انجام گناه فکر میکنه، میترسه که در پیشگاه الله وقتی که من از خداوند قایم کنه من چی جواب بدیم برای این گناه و از گناه دست میکشه و خودش از خواهشات نفسانی باز میداره. پس این خیلی انسان باشگاهش جنت است ان شاء الله. جوانا وقتی که اگر شما خودتون از خواهشات نفسانی باز کی داشته خوشا به حال شما. این خیلی نباشه که همین نفسی اماره به هر کاری بد انسان را وادار میکنه. پس چگونه هرچی که نفسی ما بخواه ما خواهشات نفس پر بکنیم. پس نفس سرکوب کردن در کاره و پیش از اقدام به گناه این را ما باید فکر کنیم که در پیشگاه الله وقتی که ما خواهی میشویم از این گناه ها چی جواب میتیم. سبحان الله. اینجا سوال نویسیان با برادر عزیز. من خودم کتاب رو خوندگی هستم و نماز رو یاد گرفتگیم. در نزد یگان حاجی خوندنی پیش نماز شوم و نماز خونم گناهگار نمیشوم. در بین عائله‌مان تنها بابای حاجی میرزا و دیگر عالم ها هم یعنی که برای مثلا پیش نماز شدن شما شرط همینه که قرائت صحیح داشته باشه. اگر قرائت شما صحیح نباشه ای بین نسبت دیگر قرائت شما صحیح نباشه نباید که شما پیش بدوید.
اگر هم خوندگی هسته که قرائت الفاظ قرآنی را صحیح تلفظ کردن میتونه که شما پیش بدوری نماز بخونید برادر عزیز. ایا قیب شما خو یگون حاجی هم که باشه فرق نداره، شرط یه که مثلا یکم باید که انسانی که اعلمی به سنت باشه او باید پیش بدرویا. فهمو؟ مثلا اگر همه در همون یک جماعت همه عامی هستند، همه باید که نماز تنها باید بخونن، یعنی که هیچ یگون کس قرائت صحیح نداره، همش قرائت نماز اما قرآن غلط میخونن، یگون تاش باید پیش ندروین، همش نماز باید که تنها باید بخونن. اگر ای بین اونها یک کس قرائت صحیح تلفظ کرده میتونه قرائت قرآن، همه آدم پیش میدروه. اون سوال ما رو جواب گوید. عمر جانی سوالای شما رو باور میگذرونم تا میخیره میگذره. عمر جانی سوالی عمر جانی ارا میکوی مکوزی. سوال اخت اگه جواب ببین. سلام برادر درباره مولا. این سوال اخت من نه دیدم برادر عزیز. عمر جانی سلام برادر درباره مولا علی کردی کمتر میفهمونید. یک بار نوارهایش رو تماشا کنید. آدمهای کور رو میخواند، بینا کر را میخواند شنوا میشود. فکر شما رو انتظارم. او نواری او را من تماشا کردگی هستم برادر عزیز. راستش من در این باره تحقیق ندارم. من همین برادر من خودم می انشاءالله در این باره همین کسی که گفته من انشاءالله تحقیق میکنم. مثلا من خودم علم که ندارم، من جواب نمیتونم گفته این مسئله ده. خودم ایکای باز میخوام همین مسئله را بفهم. شما خودتون هم سوال که داده انشاءالله من کوشش میکنم که سوال بکنم بیام. یگون علما را بپرسیم، یگون انسان هایی که از حال امینا خبردار هستن بپرسیم که چی میگن. الحمدلله با سنت ها رفتار می. برادر عزیز خیلی که سویاز خیلی بد است، چسبیده است، نوار چسبیده است. سلام علیکم استاد. مردی که زنش از مجبوری به دیگر مرد میدهد، حکم آن مرد چیست؟ پرست حاضر یک گروه اوما سپورید کردستند در همین تما. سلام علیکم استاد. مردی که زنش رو از مجبوری به دیگر مرد میدهد، حکم آن مرد چیست؟ پرست حاضر یک گروه اوما سپورید کردستند در همین تما. این سوال خطاب با چی معنا ما بفهمم؟ یعنی که زنی خودش به دیگر مرد میتیه، یعنی که برای زینو کردن، برای همخوابگی. اگر همین خیل باشه این خیل مرد بدترین مرد است، مرد بی غیرت دیوس است. این مجبوری این انسان تا این درجه را پذیرا نمیکنه که مثلا زنش برای زینو کردن پیشنهاد یک مرد بکنه. نه برادر عزیز، این جایز نیست، درست نیست به تا این درجه را که مجبوری ترا چی مجبورت میکنه؟ یعنی که شرایط چی مثلا مالی ترا مجبور میکنه که زن تا یک کسی دیگر برای همخوابگیش بتی، برای پول، برای چی یکم تر واضح‌تر میکنی سوال تا خوبتر میشی. صوفیان پاک را اول به دوزخ میبرند، شستشویش میکنند. دوامش چی است؟ درباره همین شعر گپ میزدید استاد. سوال من راستش تحقیق ندارم. همین صوفیان پاک را اول به دوزخ میبرند. من سوالایی که میمونه انشاءالله تحقیق میکنم، در نوبت‌های آینده انشاءالله که خوبتر بیان میکنم. نفهممش برادر عزیز میگم نمیفهممش. یعنی که برای همخوابگی
اینه حکمش اگر این کار حلال میدونه کافر میشود. همین انسانی که ای مجبوریه یا ای کدام جهتی که مثال زنی خودش برای یک مرد دیگه پیشنهاد میکنه، این خیلی دیوسی، این خیلی بی‌ناموسی و بی‌غیرتی است برادر عزیز. خداوند در قرآن چی میفرماید؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا. ما شکایت میکنیم که زندگیمون تنگه، مجبور هستیم با فلان کار گناه دست میزنیم، با این دست میزنیم، با این دست میزنیم. همین که ما را زندگی مجبور میکنه. نه والله، خداوند در قرآن میفرماید که و من یتق الله، شخصی که از الله میترسه، شخصی که تقوا اختیار میکنه و حدود خداوند را رعایت میکنه، خداوند از تمام مشکلات یحتسب و او را خداوند او را از جانب رزقش میده که او خودش امید نداره. فهمو؟ یگان بگیم خیلی مجبوری انسان را تو به همین درجه بگیم اجازت نمیده که زنی خودش برای یک مردی بیگانه پیشنهاد بکنه. چیل هنر چیل تالنت بخون بالا را حضرت. اکمن بالا میکوم بخشش زیاد ده سوال پایین میبیا بالا میروا. من از پیدا میکنم بعد سوال کوی را نگاه کن. چیل در اینجا حضرت برادر چند ماه پیش گفته بودید که ویدیوتون تماشا میکنم ابونه میشم، گفتید فراموش کردید به فکرم. فراموش کردگیم برادر عزیز. اگه انشاءالله همین بعد از ارشاد کردن افیر مگرم بدرم چی کنم پدپیسات میکنم انشاءالله. بخشش ده که من چند پیش وعده کردم ناوینه دیوتون بخش رحمت کی دیو دووردی. سلام علیکم برادر. از آدمی مست پیون سوم گرفت. اینجا سوال کی داده است؟ از آدمی مست پیون سوم گرفت درست است؟ حرام ای برادر عزیز. او غلط فهمی جوانای ما انهمیه که مثلا در فکرش اینه که فقط فکر شخصی خود جمعیه که اگر من همین کار کنم درسته. بسیاری برادرای ما میگویند روسیه مال ارس هم میدزن، در خونش کار میگن مالش هم میدزن، میگن این ارسه خوبش کردیم. و خیلی میگن نه برادر عزیز، مسلمان ها حقناکتر بر اینن که اونها اهل امانت باشن. یعنی مسلمان ها امانت دار هستن. پس وقتی که مسلمان های خیلی باشن، پیامبر صلی الله علیه و سلم بود با کافرها بهترین معامله را میکرد، خیانت نمیکرد. پس ما مست حساب نکنیم، ما خودمون از مست بالاتر ندونیم برادر عزیز. و الله قسم من خودم از یگان کس بالا نمیگیرم، کمترین انسان خودم حساب میکنم چیزی که مست باشه. و من فکر میکنم من اگر یگان کتاب خوندگی هستم، یگان کتابی دینی قرآن و حدیث میفهمم، من خودم از او مست، از او زیناکارا و از آنهای فاحشه من خودم بالا نمیگیرم. والله میترسم خودم از یک کس بالا بگیرم. از یک شما خودم بالا دونستن من والله قسم من میترسم، برای که این انسان مغرور میشوه و شاید که اونها را خداوند توفیق توبه نصیب کنه و تر خداوند مبتلا بکنه برادر عزیز. خو مست خو نمیدونم فاحشه های خو زیناکار، یکم کاری که میکنی نصیحتش بکن، دوم کاری میکنی در حقش دعای خیر بکن، دعای هدایت بکن برادر عزیز. نکی از اون آدمی مست پول گرفتن و پولش حرام یوخی. یک زمان کارش آمد نکرد، از خانمان حساب یک مرد گفته است که زنت در من یک شب پیشی کارت کشاده می شود. گفته است مرد زنش داده است. خیلی مرده که مثلا زنش برای کدام کاری دادگی باشه، همون انسان های هستن که از خدا بیخبر هستن. اینها انسان های هستن که اصلا شریعت نمیفهمن، اسلام و مسلمانی را اصلا نمیفهمن چیه حلال و حرام. باده اون فرقی نداره برادر عزیز. بس چلاوه که استاد الله بر بالای عرش است. ماشاءالله. من فکر میکنم همین خیلی سوال ها را نتیه،
خیلی سوال نتی خوب است. حسن برادرایی که حاضر من همین یک گپ زنم انسانهای غرضناک هستن بحث سر میکنن. من این آدم چی جواب بگم که عقیده اهل سنت و الجماعت چیه؟ خداوند بر بالای عرشه کما یلیق بشأنه. امام طحاوی رحمت الله علیه در بگیم که در همون کتاب عقیده ای که نویسگی هستن همینجا میخیل میبیاره که خداوند بر عرش است کما یلیق بشأنه، چه خیلی که به شأن پروردگار لایق است، چه خیلی که به شأن پروردگار لایق است خداوند بر بالای عرش میگیم دیگه اوش چه کاردار نمیشه که چه خیلی است، برای که فهم ما ای درک او قصیر است. پس بگیم که چه خیلی که امام مالک میگه مثلا سوال کردن در همین ما ایمان داریم که خداوند بر عرش است ولی بدون کیفیت بدون چگونگی، چه خیلی که به شأن خداوند لایق هستند خداوند بر بالای عرش. فرمایشید برادر عزیز سوال کردن از در همین مسئله بدعت است برادر عزیز، خوبش نپرسی. ما همین خیلی ایمان داریم که الله بر بالای عرش است، چه خیلی که در شأن خداوند لایق است. برادر هستن که مثال بحث بعضی را من میبینم همین آزادانه آرامانه بحث میگیم که یک گفت و شنید کردن نمیتونن. مسلمانای خودم در نظر دارم همین گپ رفت الله با بالای عرش که با بالای عرش نیست که تو بگو سر میشوه ایش میگن در بالای عرش باشه اگر کو این جسم داره این جسم میشوه این جسم اینه که این عقیده های کفریه فلان بسمدان سر میشوه. پس بگیم که مسلمان ها ما دیگه نمیفهمن کمترین گپ اختلاف که خلاف نظریه که شید تمام شد اقارت گوی سر میشوه دیگه ای پس اینترنت دیگه با چیز نسبت میتن با گمراهی و با نمیدونم با کفر با مرتد شدن هم یک دیگر را نسبت میتین. نه برادر عزیز این کارها در شأن ما و شما نمیزه. برادر عزیز ای همین خیلی سوال ها سر میشوه مثلا این خیلی سوال همین خیلی فهموندن در کار ای که با عقلشون ایمان داریم با این که خداوند بالای عرش است چه خیلی که با شأن خداوند لایق است بدون کیف بلا کیف یعنی به چگونگی بدون جسم جوهر. در آیت قرآن ثابت است من به همین آیت باوری دارم تمام اوش کاردار نمیشم. عقیده اهل سنت و جماعت همین دیگه با این سوال کردن سر میشوه در همین باره خوبش در همین مسئله ها گپ نزنیم. دلش میریم ان شاء الله. زنده باشی حضرت خندوندی حضرت. без человека نوشته است که یک سوالا را میتین کودکا میدونن. برادر عزیز شاید برای خودت مثلا خواندگی باشی یک سوالای میتین اینو در نظر رنگ کودکی میتوه نه که برادر را فهمیدن در کار. برادر عزیز برادر عزیز چسبیدم حضرت در باره ماشاءالله گفتن معلومات دهید. ماشاءالله در معنای ماشاءالله یکی چطوره که چگونه که الله خواسته است یعنی که چه خیلی که الله خواستگی همون خیلی چه خیلی که الله خواست همون خیلی مثلا خداوند پیداش کرده میره. این در صورت هست که یک چیز میبینی در نظرت عجیب میتوه ماشاءالله میگی یعنی که چطوره که الله خواست. ماشاءالله گفتن بسیاری ها غلط می نویسن ماشاءالله می نویسن ماشاءالله. مثلا طریقه درست نوشتنش باید خوب تعلیم بگیرن بپرسن یک انسان های میفهمیده گیره. ما جدا اگر ایخی نویسی خوبتر میشه ده ما می نویسه می تیره ما شاء الله می شود دو کلمه هست که یا جوش دگی هسته.
برادر عزیز، حاجی دیگه برادر 20 چلاوه کنایست است که حاجی میرزا لامکان میگوید سرشی دکده گپ خبری مردم سرشی دیگه گپی مردم نکشیم برادر عزیز، خوب نمیشوه. هر کسی چیز ای اخ برادر عزیز، مثلا برادر عزیز میگم که گپی حاجی میرزا رو بیاد اجا نکشیم. حاجی میرزا چی میگه نمیگه؟ آواز هست؟ برادر عزیز، اگر بگیم که خداوند لامکان هسته غلط میشوه؟ نه که بگیم که خداوند مکان نداره، همین عقیده غلط هسته. سوال میشوه همینجا خداوند اگر بگیم که مکان نداره، نه که نیاز به سوی مکان نداره. ما عقیده داریم که خداوند بر عرش هست. خداوند بر عرش هست. آیت قرآن اثبات میکنه ایرا. فهمو؟ آیت قرآن اثبات میکنه که آیت سوره الرحمن، سوره چی؟ طه آیت 5 خداوند بر عرش است. ولی گپ سوال در این میشود که پیش از خلق عرش، عرش خودش مخلوق هست، پیش از برادر عزیز مثلا دیجاست گپ در این میرود که خیلی مثلا سویاز برادر با فکرم نمیتونیم دیگه دوام بتیم، خیلی که چسبیده است و همین جنبه سش بکنیم. دفعه دیگر میبینیم انشاءالله اگر سویاز اینترنت خوبتر شد انشاءالله بود دوام. برادر عزیز افیر با جنبه بکنیم.